به نام ایزد مردم ایران، امروز 15مین روز اعتصاب غذای ماست. 15 روز است خواسته ما شنیده شدن صدای ما و اجرای عدالت است. این سخن را خطاب به مسئولان قوه قضاییه، سازمان زندانها، دادستانها، قضات، مسئولین کشور، نمایندگان مجلس، نهادهای حقوق بشری ایران و بین المللی، مراجع معظم تقلید، علما، فضلا و طلاب بیان می‌کنیم. سوال ما ساده است: چرا در برابر این وضعیت سکوت کردید؟ مگر جان انسان، کرامت انسانی و عدالت ارزش‌هایی نیستند که همه بر پاسداری از آن تاکید دارند؟ آیا پس از 15 روز اعتصاب غذا هنوز زمان رسیدگی فرا نرسیده است؟ ما نه دشمن این سرزمین و نه خواهان تنش هستیم. تنها خواسته ما بررسی عادلانه، رعایت قانون و حفظ کرامت انسانی است. سکوت امروز فردا در برابر وجدان تاریخ قضاوت خواهد شد. از همه کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند می‌خواهیم پیش از آن که دیر. به نام خدا، امروز 30 تیر ماه 1405 نظر به اینکه 9 روز از اعتصاب غذای خشک زندانیان محکوم به اعدام قزلحصار می‌گذرد، هیچ کدام از مسئولین نظر به این امر اعتصاب هیچ گونه رسیدگی نکردند و ما همچنان به این امر اعتصابات ادامه می‌دهیم. از مردم عزیز ایران می‌خواهیم که همان گونه این مدت صدای ما بودند، صدای ما فرزندان ایران باشند و صدای ما را به گوش مسئولین برسانند. از شما خواهشمندیم مسئولین محترم، به حرف ما گوش کنید و ما را کمک کنید که بار دیگر به آغوش خانواده برگردیم.